آقا بهتون قول میدم اگه با این روش بال سرخ شده درست کنین مشتریش میشین اساسی. قسمت بال مرغ یه چربی اضافه اون کنارش داره، اونو ببرین، بعد چند تا شیار روی بالها بزنید و به خاطر اینکه خوب مزه ها رو بگیره الی آخر. بعد خوب با دستمال خشکش کنید. خوب مهمترین بخش این رسیپی ادویه هاشه که براتون نوشتم توی کپشن. ادویه ها رو که زدین، روغن زیتون هم زدین، خوب با دستتون ورزش بدین که مزه ها قشنگ بشینه به جونش. بعدش هم یه ساعتی بذارینش یخچال. از یخچال که در آوردین روش آرد بپاشین، بعد این آرد رو تکون بدین، بذارین اضافه هاش بریزه کف کاسه. بعدش هم که توی روغن داغ قوطه ور سرخش کنین. اون سوسی رو هم که قبلا آموزش دادم بریزید روش و همش بزنید. واویلا. امیدوارم دوست داشته باشین، درست کنید و نوش جونتون کنین.